هدف اصلی ما واقعیتش نجات اصفهانه. هر کاری از دستمون بر بیاد توی این راه میکنیم. از اصفهان چیزی که واقعیتش مونده است یه میدان نقش جهانه که اون هم در معرض خطره و هر لحظه به دلیل بافت قدیمی که ما نتونستیم واسهش واقعا یه کاربری یا یه مدیریت درست داشته باشیم، هر روز ویرانتر، رها شده تر باقی مونده و لحظه به لحظه داره جای خودش رو به ساختمان‌های جدید و بی‌هویت میده. و اولین کاری که ما کردیم این بود که با این پدیده مقابله بکنیم. شاید دالان جهان چندمین پروژه‌ای باشه توی این موضوع ما انجام داده باشیم. اون محدوده‌ای که این خانه قرار داشت فضایی بود که شاید دست نخورده ترین قسمت بافت تاریخی اصفهان بود در جنوب میدان نقش جهان که به دلیل رها شدن و ویران شدن محل بزهکاری بود. یک دالان سرپوشیده تاریخی که مشکلاتی را حتی از نظر اجتماعی ایجاد کرده بود. سعی کردیم که زندگی را به این قسمت برگردونیم. امروز واقعا زندگی به اون فضای سرپوش و اون دالان برگشته، تأثیرات خودش رو کم و بیش در بافت اطرافش گذاشته. امیدواریم با این کاری که کردیم دین خودمون رو به اصفهان و میراث جهانی دنیا ادا کرده باشیم.